علیکم سلام. علیکم السلام. من همین یک سوال داشتم درباره همین سه طلاق. مهم. بعضی علما میگویند که سه طلاق حساب میشود. برای همین پرسیدم که سه طلاق در نگینه سه طلاق بعضی علمانه تمام 4 مذهب سه طلاق رو سه طلاق میگویند. تقریبا 95% علما همشون سه طلاق رو سه طلاق میگویند. یک مقداری کمی از علما هستن که میگن اگر مرد خیلی پشیمان باشد، یکمین بار سه طلاق گفته باشد و خیلی پشیمان باشد، یک طلاق میافتد. این طرف هم دلیل خود را دارد، این طرف هم. اما بعضی علما تقریبا 95% علما میگن سه طلاق میافتد. در یک لفظ آمد. این در هر 4 مذهب اهل سنت است. و دو مراتبه گفته باشد، هم در مابین 3 ماه هم نگذشته باشد، همون هر دوش هم میافتد. برای طلاق از مابین 2 ماه و 3 ماه افتید گذشتن نیست. وقتی که تو مثلا امروز طلاق دادی، پگاه طلاق دادی، بعد از وقت طلاق دادی، دیگر یگان راه یک جا شوی نیست. دو بار هم سه طلاق گفته باشد، همون 2 بار سه طلاقی گفته باشه، 3 طلاق است. اون مرده که نترسیده خواهر مسئله طلاق، یعنی دربارش خیلی زیاد گپ زدگی است. مسئله طلاق از روی اسلام تو یک طلاق میدهی، بعد از اینکه عده‌اش گذشت خواهی با او زندگی میکنی یا اینکه تماما زندگی نمیکنی که با همین شما با همدیگر چی میشوید، تا نکاح نکنید حلال نمیشوید. اما وقتی که در یک بار سه طلاق گفت، در نزد 4 مذهب سه طلاق می افتد به وی. با علل خصوص دویم بار هم سه طلاق گفته باشد، به این آدم دیگر چی چیز میدید؟ یعنی کدام عذر میدهید دیگر با یک بار دیگه سه طلاق گفته باشد؟ برای آنکه میگوید که از قدم پرسیده گفته که همین 2 بار هم یک طلاق دو طلاق آفیده است. همین گونه قول است که نگینه. بعضی گفتم که از 105% علما همین گونه گپشان است. 2 بار سه طلاق گفته باشدم یک تایی می افتد و این طلاق می شود. این سخن خیلی کمی از علما است. در این روایت من میگم سه طلاق است. در 4 مذهب سه طلاق است. به طلاق بازی نکنید و از الله بترسید. وقتی در زمان پیامبر نفری در یک بارگی سه طلاق میگد، پیامبر میگن آیا با کتاب الله بازی میکنید در حالی که من در بین شما هستم؟ الله چی میگه؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق رو جدا بدید. شما حق دارید یک بار طلاق بدهید، بعد از وی یا برگردونید یا برنگردونید. لیکن پشیمان شدید، یک طلاق داده دویم بار هم برگشته میتوانید، اما بعد از دویم بار یک بار دیگه طلاق داده تماما برایتان حرام است. یعنی اونهایی که سه طلاق رو 2 بار به دهان میگیرن بازی میکنن با طلاق. چرا پیش از طلاق دادن نمیپرسی و بعد از وی میروی از این و از آن فتوا میگیرن؟ بازی کردن با کتاب الله، بازی کردن با شریعت الله است. اما گفتید همین گونه فتوا هست، آره نباید کتمان شود، همین گونه فتوا هم هست. سخن بعضی علما که سه طلاق در یک بارگی یک طلاق میافتد، اما این سخن خیلی کمی از علما است. اما مفصلا دربارش من در یوتیوب صحبت کردگی هستم در سوره طلاق. الله نگهبانتون. درباره همین طلاق رجعی گفته چگونه طلاق رو میگه؟ طلاق رجعی همینه که شما یک تا طلاق دادید، یعنی مرد یک تا زنش رو طلاق داد، تا زمانی که زن 3 بار حیض نمی شود حق دارد که مرد برگرداند زنش رو به یگان نکاح. مثلا طلاقت رو دادم گفت مرد، هنوز 3 ماه، یعنی زن اساسا هر ماه یک بار حیض می شود، 3 ماه گم، یعنی تا زن 3 بار حیض نشدن، یعنی در داخل 3 ماه مرد حق دارد که رجعه کند، یعنی برگرداند زنش را به یگان نکاح. مثلا یک طلاق گفت، پشیمان شد، هنوز 3 ماه نگذشته است، برگردانده میتواند. اینو طلاق رجعی میگویند، یعنی حق داری که تو برگردانی. یک خشام نمیخیل زنشه، یک جوابت رو دادم گفته است، بعد 3 سال رفته گفته است که بین ما مثلا من میتونم هم دستت رو گرفته گویم که مثلا نه باید 3 سال گذشته باشد. اگر یک طلاق داده باشد نکاحی نو میکنن. اگر زن راضی باشد با رضاگی زن، با رضاگی ولی زن، با مهر نو، با نکاح نو، با شاهدهای نو، عیناً مثل اینکه از نو زن گرفته ایستاده است همین گونه نکاح میکنن.